کلا زریه، یعنی از شیشه بگیریم دیگه تا منظورش مزری یعنی چی؟ ضد گلوله؟ بله ضد گلوله. واقعا؟ بله. علاقه نداریم که $1 سوار شیم. دیگه روزا جمع سوار میشه. بقیه دیگه تا شهر دست از چرخوان نمیتونی سواری کنی. حال زریا میته شده کسی نمیخره. اگه به امنیت بدید به 80,000 هم مشتری داشت. همراهان عزیز سلام و وقت شما بخیر. امروز با تیم همکار آمدیم به قوای 4 هرات که در اینجا عمده ترین مراکز فروش موترها در اینجا است که مردم از گوشه و کنار افغانستان در اینجا موتر دلخواه خود میگیره. آمدیم تا به فروشگاه های موترها داخل شویم، موترها را به تصویر بکشیم و ببینیم که بازار موتر فروشی در هرات و خصوصا در قوای 4 چگونه. همراه ما باشید. خب بیننده‌های عزیز، همین اکنون در یکی از فروشگاه‌های بزرگی موتر در قوای 4 قرار داریم و ما داخل میشم و ببینم که در اینجا یک دوست همراه ما پیدا شود که راهنمایی کنه و همچنان تعدادی از موترها را به تصویر بکشیم. سلام علیکم. وقت شما بخیر. خوبین؟ زنده باشین. سلامت باشین. کی صاحبی از این موتر فروشی؟ صاحب از این موتر فروشی حاجی محمد داود جغارگی. شما چی کارین پس؟ ما اینجا عضوی. خب لطف میکنین همراه ما همکاری بکنیم بعضی موترها رو به تصویر بکشیم. شما اسم شما؟ جلیل احمد نوری. خوشحال شدم از آشنایی باشم. با شما همچنان. من خود شخصا رنگ موتر که باشه سیاه خوش دارم. همین اکنون هم کنار همی قرار داریم. این چی مشخصات داره به چی موتر هست؟ موتر صرف فورتینا 2012 مدل از اینه. دیگه مشخصات از هم که هست لیمیتد سسیت نوارد خدمت شما عرض کنم. از کجا وارد شده؟ اینا از امریکا میاد. مستقیما به اینجا آمده؟ بله. گمرک شده؟ بله محصول شده. بله گمرک شده. باش بیننده‌های عزیز ما رو به تصویر بکشیم. گفتین مدل چنده؟ مدل از 2012. 2012؟ بله. رنگ سیاه. رنگ سیاه. از این رنگ سفید هم باز دارین؟ سفید هم داریم بله. دیگه چه رنگ دارین؟ دیگه رنگ معمولا رنگ سفید سیاه این موتورا بیشتر است. رنگ سیلور هم داریم اون 2017 اون. پورا ما به تصویر میکشیم. خیلی عالی باش که ما در کل از این داخل سیت از ماشاءالله بیننده‌های عزیز در قوای 4 واقعا کسی که میخواد موتر بگیره دیگه از سر تا سر افغانستان، نه تنها مردم هرات، از سر تا سر افغانستان برای از اینکه موتر بخرن به می قوای 4 مراجعه میکنن. درست میگم نه؟ جان بله. مشتریای شما بیشتر از کدام ولایته؟ دیگه از تمام ولایت هست. از 34 ولایت افغانستان میان از هرات خرید میکنن. چی رقم اوضاع بازار؟ خوبه شکر. یکی بازار فعلا استاده تر است. بله. ولی بازم مردم خلاصه برای خرید این هست. بله میاد. از سر تا سر افغانستان. بله. بیشتر مردم به کدام موترها علاقه داره؟ دیگه معمولا هر کس به اندازه توان خو یک کرولا میخره، یک لانکورزر میخره، یک دیگه موتر مدل پایین میخره و مدل بالا میخره. بالاخره هر کس یک نظر به مو توانای خو امو چیز. در این فروشگاه خو بهترین موتر، قیمتی ترین موتر به نام چیه و کجای کمر ببینید؟ لانکورزر داریم 2023 امریکایی پیش رو شما استاد. بیننده عزیز میخوام سورپرایز کنم شما در همین فروشگاه قیمتی ترین موتر میخوام به تصویر بکشم. همراه باشین. همین استاد این لند کروزر درست؟ بله لند 2000 چند؟ 2023. یک مشخصات عمومی را اگر شما لطفا. مشخصات عمومی از اینا که است لند کروزر مدل فعلا دیگه می بالاترین آپشن و به حساب موتورهای لوکس در تمام دنیا همینه دیگه. جان بله. باشه میشه که سیت زیر ما به تصویر بکشیم؟ چون موتر مدل بالای دیگه کلی داره و سمسایی بسته منظم. 2017 چند سلند داره گفتین؟ اینا 8 سلند. 8 سلند. بله 8 سلند دو توربو. این وارد شده کجاه؟ وارد شده چیز از دبی وارد شده. از دبی. بله اینا رو به اسم خلیجی میگن. اگر یک مشتری من دیگه یک مشتری که واقعا میخواد موتر بخره
شما خو میشناسین دیگه در کل یک کسی که موتر میخواد بخره همین که گپ زنه متوجه میشین. آخرین قیمتی که شما میتونین بفروشین برای مردم، آخرین قیمت که یک اندازه فایده هم با شما باشه و متوجه باشین وقتی شما قیمت میگین این قیمت تعیین میشه روی. بله. یعنی آخرین قیمتی که شما میتونین بفروشین به چندی است؟ ما این خو $1,05,000 قیمت میکنیم. $1,05,000 دیگه این همیت مره سر راست $1,00,000 حساب. $1,00,000. بله. دیگه یعنی پایین‌تر از اینه؟ دیگه نه دیگه. خب دیگه باز اگه مثل شما میت دوستی بیای مجبوریم دیگه باز دیگه 1,500 دیگه هم روی برداریم. یعنی $1,500 قیمت نه ما $1,00,000 سر راست. من خیلی مشتاقم که این موتر با ارزشه به تصویر بکشم داخل سیتیور و اگر قرار بزنه باشه که روزی من موتر بخرم $1,500 به من اینجا چه کار کردین؟ هدیه میدین. درسته؟ درسته. باشین ما به تصویر بکشیم همراه ما باشین. خب بیننده‌های عزیز، طبقی که شما به تصویر میبینین باش ما در ارتباط به این موتر سوال‌های دیگه هم مطرح کنم. این استفاده شده کجای آستا جان؟ استفاده شده دوبه که به دوبه بله دیدن یک 40,000 کیلومتر بچیده. 40,000 کیلومتر چلیده. بله. خب پس خب نه جان موتر نه بله. کدام مشتری چیزی هم داره؟ چرا مشتری می آمده بروی؟ بله. تا به چندی آمده؟ تا 90,000 هم آمده. 90,000. بله. ولی شما قیمت مقطوعی رو بله مقطوعی $1,00,000 برین گفتیم. بله. پس من یک ذره دوست دارین که $1,500 با ما 100%. دیگه هر کس باشه از $1,00,000 $1,00,000 تا حال کم نکرد. بگیرین دیگه کاری بکنین. همراه ما باشین. من از این فروشگاه تصمیم گرفتم که یک موتر قیمتی را به تصویر بکشم و یک موتر ارزانه که ببینم در این فروشگاه ارزان ترین موتر کدامه هست. کدام موتر ارزانی هم داریم؟ به نام چیه؟ موترای دست پاکستان داریم دیگه خدمت شما عرض کنم. باز موترها دست افغانستان هم هست. دست افغانستان منظور من اینه که ارزان ترین موتر دست افغانستان ترین موتر هست. بله یا کورولا ها اینا داریم. همین کورولا ها میاد دست. همراه ما باشین تا موتر ارزان را به این فروشگاه با شما به تصویر بکشم. همراهان عزیز، ما اکنون در کنار یک موتر ارزان در این فروشگاه قرار داریم که استاد با ما معلومات میده که چی موتره و قیمتی چنده. استاد جان این موتر خود میشه اگر همینه درسته؟ جان بله همین کورولا 2008 مدل از اینه ایلیه. همین ارزان ترین موتر ما هست به $7,000. $7,000 جان بله. خیلی خوب. این از کجا وارد شده؟ این از امریکا. این هم از امریکا. بله. چقدر چلیده؟ این دیگه چلیدگی از اینا زیر $2,00,000. 2,00,000 کیلومتر بله. و $7,000. بله 7,000 با موتر بی تکر آماده محصول شده دیگه تا چک هم نکردیم میریم تستاده. بدون تکر؟ بدون تکر جان بله. میشه که تصویری از داخل سیتی از هم داشته باشیم؟ چون دیگه ناخوش خدا نه از اون موتر لوکس تصویر بگیریم از این نه ها. نه دوستان و همراهان عزیز، این داخلی از این سیتی موتریه که در این فروشگاه البته ارزان ترین موتر و $7,000 قیمت از این موتر می باشه. 2,00,000 گفتین 2,00,000 کیلومتر رفته درسته؟ زیر 2,00,000 معمولا این موترایی که از امریکا اینا میاد 2,00,000 گفته این یا 2,00,000. خیلی خوب. همراهان عزیز، چون داخل از فروشگاه بزرگ شدیم من میخوام چند تا موتر دیگر هم مختصرا یک توضیح بدن. موترهای زیادیه اینجا و خیلی خوب میشه هم به معلومات ما اضافه میشه و هم کسانی که میخواه موتر بخره بالاخره خب صحیح هم آدرس هم برای اینا معلوم میشه، قیمت هم معلوم میشه، مدل هم معلوم میشه. از این قسمت یک چند تا موتر دیگر هم با شما نام میگیریم و بعد برنامه ما ادامه داره. استاد جان کوتاه و مختصر نامی از این، مدلی از این و قیمتی از این از کجا وارد شده و چقدر چلیده؟ این موتر لانکورزر زریه، کلا زریه، یعنی از شیشه بگیریم دیگه تا منظورش مزری یعنی چی؟ ضد گلوله؟ بله ضد گلوله. واقعا؟ بله. خیلی خوب. این از کجا وارد شده؟ این هم از امریکا. از امریکا. چقدر چلیده؟ این چلیده دیگه به افغانستان کمی بچلیده به خاطر از اینکه پلید -5 شده. پلید -5 کابل. بله.
3-4 ساله بچلید. 3-4 سال. جان بله. قیمت از چنده؟ قیمت از که هست $35,000. 35,000. بله. یک موتر بسیار شیپ بسیار عالی داره. ببینیم که چیه. اسمی از موتر چیه؟ این هم لانکورزر زریه. خیره. این هم زریه. وارد شده کجا؟ وارد شده اینا خواهم از امریکا میاد. امریکا. از دبی میاد. خیلی خوب. دیگه این هم زریه بله. چقدر چلیده؟ چلیدگی از این هم به افغانستان بچلیده دیگه اینا کیلومتر دقیق برای ما معلوم. خیلی خوب. قیمت از این که هست به $25,000. $20,000 نمیشه؟ فدای سر شد. همون موتر به 110,000 خرید ازی شده. این گفتین 28,000. بله. مردم یعنی زیاد فعلا به روی از این موترهایی که ضد گلوله میباشه زیاد علاقه مشتری میایه خیلی کم به قیمتا خیلی پایینه. یعنی اگر من توپنچه میالی داشتم میزدم کار نمی‌کرد. نه بله. خیلی خوب. چه موترهای لوکس عالی در افغانستان است و فقط ارزان هم است واقعا. $28,000 چندان پولی نیه. این چیه استاد؟ این موتر هایلکس 2016. هایلکس 2016 بله. چقدر چلیده؟ این دیگه چلیدگی از هم تقریبا زیر 2 لک. زیر 2 لک. بله. چقدر قیمتی؟ قیمت ازی که هست $25,000. این چی خصوصیت خاصی داره؟ خصوصیت ازی اتومات ست سرخ آپشن سعودیه. این خود ضد گلوله نیه؟ نه این ساده. ما به یک موتر بی ضد گلوله برابر شدیم. این هم موترکای بسیار مقبول بسیار عالی. هایلکس گفتین درسته؟ خیلی خوب. باش که ما همی بودیر اول به تصویر بکشیم و باز آهسته آهسته بریم سمت سیتی دنبالی و ماشاءالله سیتی سرخی هم داره. چقدر مقبول. اتومات ها؟ فول آپشن؟ خیلی خوب. و این یک چیز که هست محصول نشده تا حالا. این هنوز محصول نشده. خب؟ خاطر از این که محصول نشده باز. خیلی خوب. این بیننده عزیز طبقی که میبینین این همون سیتی جلیونه و اشترینگ و فرمون و دم و دستگاه دیگه. زیاد من با موتر سر در نمیارم. من مرتقه هم که از سویفت بیشتر سوار نشد. همراه باشین. ماشاءالله تو موترکای مقبول و موترکای لوکس و جذابی هست که همه میخوایم دونه به دونه با شما تصویر بکشم، ولی وقتی برنامه کمه کوشش میکنم اون موترایی که به نظر من یعنی تیز موترکای هم خوش دارم. این چی است جان؟ این لانکورزر التافه. بله لانکورزر التاف. بله. این هم وارد شده امریکا جان؟ بله. اینا نه اینا در کل به دبی خلیجیه به حساب جان. بله دبی هم هست. اینا بیشتر از دبی میاد. اولین سوال ما همینه چقدر قیمتیه؟ قیمت از $20,000. این هم کاس یک کلیه. یک کلیه؟ بله. محصول نشد. محصول هنوز نشد جان. بله. خیلی خوب. مدل از هم 2017 شیپ از 2022. خب همراهان عزیز موترها زیاده و قرار نیه که دیگه ذره به ذره. استاد من این موتر شما رو میخوایم به تصویر بکشم ماشینی رو به نمایش بگذارم. درسته؟ اول بگویم اسم از این موتر چیه؟ این هم هایلکس ای 2022 2022. بله. هایلکس. بله. چند قیمتی؟ قیمت از 25. چقدر چلیده؟ به کم کار کرده به افغانستان. میشه وانت رو باز کنین ما یک دفعه ماشین از اینا رو ببینیم چه قسم ماشین داره؟ بیننده عزیز من میخوایم که ماشینی از این موترها رو هم نشون بدم. بعضی‌ها دیگه موترشناسه اما تو درست ماشینی رو به تصویر میکشیم ببینیم که در داخل از این فروشگاه چه قسم موترهای و ماشیناشو چه قسمه در کل. یعنی همه تو اورجینال دیگه همینجا گذاشته نی ششته نی رفته که کلی چیزم تو همونطوره نه استاد؟ همین روزا سواری کردن ایر نه ششتم وقت نشد که ببرم یک ششت یک چیزی که پاک باشه منظم باشه خلاصه که نشوی هم پاک کنی. راست میگن. بله خیلی خوب جان. بله همه چیزی دیگه متصلف سوچه ها. بله بله. بیننده عزیز به تصویر ببینین و این ماشینی از این موتر آیلکس بود درسته؟ بله آیلکس 4 سیلندر. 4 سیلندر 2000 چند بود؟ 2020 و قیمت $20,000. قیمت ازی 25,000. 25 بله. بیشتر 20 نگفتین؟ نه 25 گفتم. 25 گفتین. خب بیننده عزیز موترها زیاده واقعا و فقط کوتاه به تصویر میکشیم. استاد اگر همراهی بکنین این موتر استاد چیه؟ زرزریه. ای؟ بله این سانتافیه. بله سانتافی؟ سانتافه. بله. خب
این قیمت چنده؟ قیمت ازی که هسته به 15,000. سال چند وارد؟ این 2016. 2016 بله. خیلی خوب. و این فول آپشن هایلکس دیزل 2010. 2010 بله. چند قیمتی؟ قیمت ازی که هسته 13,500 دلار. 13,500 دلار. و استرسته دیگه فکر کنم و استرسته تو که میریم موترها کمی قیمتاشو پایین‌تر میاد درسته؟ اینا کلا چنده؟ این هم مثل امروز 2010 هایلکس دیزل بله یا به حساب پلت شده پلت منفی 6 کابل این هم 2010 چند قیمتی؟ قیمت از اینا کلا هم اینا 13,500 دلاری. هم 13,500 دلاری. رو به روی یک ماشین یک موتر سیاه روی هم نوشته تویوتا کمپانی تویوتا نه؟ این چی است؟ تکر شده هم هسته؟ صرف دیگه تکر از این امی بال از این امی پمپر از اینه. خیلی خوب. و چند قیمتی؟ قیمت از این 14,000. 14,000 دلار. خیلی خب بیننده‌های عزیزی برادری که در کل با ما توضیح داد مسئول فروش و بالاخره خرید و فروش از این موترها بود و اینجا بالاخره یک حاجی کاکای داریم که صاحب از این موترها. الحمدلله. صحت خوب ان شاء الله. سلام علیکم خدمت شما. قربان شما. بخیر باشین تشکر. بنده جعبدالغنی از ولایت هرات. یک تن از موتر فروش‌های قوای 4002. خیلی عالی. حاجی صاحب چی باعث شد که شما موتر فروشی را انتخاب کردین؟ خود دیگه از اون وقت همین کسب مامی بوده. 20 سال 25 سال میشه که همین موتر فروشی میکنیم. همینجا از خارج میاریم به اینجا میفروشیم. همینجا. بله. نه اول به دم ولایت بودیم با پر پشتو بودیم باز اومدیم ولی قوای 4002 راسته. سیستم نره سمت امریکا. دیگه از امریکا میاریم موتر ولی اینجا میفروشیم. چی رقم حاجی صاحب بازار موتر؟ الحمدلله خوبه. خوبه. خیلی خوبه. مردم از چهار اطراف مثلا از ولایت‌های مثل کابل، از نیمروز، از بادغیس، از تمام جاها میان به اینجا برای خرید. از تمام ولایت‌ها میان ولی موترایی که میخرم از ما میخرم مردم کابل و مردم خوست و مردم مزار میخرم. این مردم یعنی زیادتر. اینا زیادتر میخرم. مردم هرات چطور؟ مردم هرات ولی که اکثریت این موترای دست پاکستان میخرم. همه به نام ویشی است. به نام ویشی. ما موتر دست افغانستان میاریم از امریکا میاریم. از دبی هم میاریم از امریکا میاریم اینجا میفروشیم. اینا باز میره با کابل. بله هم گمرک مسئول شده. پس ما متوجه شدیم که بیشتر مشتریاشون از کابل میباشن. هم از ولایت‌های دوردست ولی استاد و من برادر موترها رو با ما توضیح داد در کل و من بهترین موتر شما که 1,00,000 دلار قیمتی بود. لانکورزر 2023 در حد صفر 1,00,000 قیمت ولی خود شما چی موتر سوار میشین؟ خود ما از این موتورهای دست افغانستان کرولا ایلی داریم سوار. بله سای. علاقه نداریم که 1,00,000 دلار سوار شیم. دیگه روزا جمع سوار میشیم. بغیر دیگه تا شهر دست از چرخوان نمیتونین سواری کنی. ممنون از اینکه فرصتی دادین که یک گزارش در ارتباط با موتر فروش شما دیدن شما. السلام علیکم و رحمت الله. تشکر. همراهان عزیزم در قسمت پایانی برنامه قرار گرفتیم و طبقی که در گزارش دیدین موترهای خیلی مقبول و عالی در اینجا بود و قیمت ها، مدل ها و همچنان تمام فعالیت هایی که در موتر فروشی ها میشه خرید و فروش اینا را به تصویر کشیدم و خیلی موترهای جذاب و لوکسی هست طبقی که در تصویر میبینیم. امیدوارم بالاخره روزی بشه که هر کس آرزوی چنین موترهای داره برای خود بگیره. تا برنامه بعدی بدرود.